به نام خدا، سلام و درود. خوش اومدید به یه ویدیو دیگه از چنل خودتون ایران ایردراپ. دوستان امروز اومدیم با ایردراپ یس کوین که خیلی ترند شده این روزا. خب دوستان ببینید کلا ما پروژه هایی که معرفی میکنیم پروژه های ترند شدن، میبینیم چه پروژه زیاد سر و صدا کرده اونا رو زیاد پروژه هایی هستن که سر و صدا میکنن. ما گلچیناشو برای شما جدا میکنیم میذاریم، یعنی من خودم میشینم مقاله و اهدافی که اون پروژه داره رو میخونم و اگه معتبر بود براتون میذارم. یعنی اگه بخوام همینجور ایردراپ هایی که میاد بذارم اصلا وقت نمیشه، انقدر زیاد یه چیز خیلی عجیبی. حالا دیگه سرتون رو درد نمیارم، بریم سراغ ویدیو. مثل همیشه براتون یه لینک میذارم اینجا. دوستان ما یه تیم هم داریم توی این برنامه، شما میتونید بیاید تو تیممون با هم ماین کنیم. حالا نمیدونم چه مزایایی داره ولی همیشه تو ایردراپ ها تیمی ماین کردن به نفعمونه. خب دوستان ثبت میکنیم بیاد بالا. اسم برنامه‌اش یس کوین مبتنی بر تونه و ماین ابری تلگرامه. کلا ماینای تلگرام خیلی زیاد شده. با لینک ما بیاین یه مقدارم بهتون توکن میده. خب دوستان وارد اینجا شدیم. خب من این مدادمون رو روشن کنم. اینجا مدادش اینو دوستان میبینید اینجا میزنید، ما لینک کانالمون رو میذاریم، عضو کانالمون بشید. اینجا میذاریم با عضو کانال ما بشید، با هم ماین کنیم. براتون لینکشو میذارم، راحت روش کلیک کنید عضو کانال بشید. حالا دوستان وارد صفحه اصلی میشیم. ببینید براتون 3 تا بخش آورده: جوین چنل، فالو یوز آن ایکس، جوین گروپ. یعنی میگه اولی میگه چنل ما رو ساب کن، دومی هم یوتیوبمون رو ساب کن، اینم میگه گروهمون رو ساب کن. به بابت هر کدوم از اینا 100 کا سکه بهت میده. خب حالا ما اینا رو فعلا انجام نمیدیم. دوستان ماین این پروژه اینجوریه. ببینید مداد فعال کنید، اینجوری ماین اینجوری میکشید ماین میشه روی اینا. الان ببین براتون نشون میده. این گاف صندوق که باز شه برای شما کلی از این سکه میاد، هم 2 برابر میشه. یعنی مثلا شما قدرت ماینتون رو افزایش بدید که مثلا با هر یه دونه از اینا 2 تا براتون ماین کنه، اونجا 4 تا میاد، 3 تا 6 تا، کلا 2 برابر میشه. خب دوستان این گزینه آرم، بریم اول از این قسمت شروع کنیم. روی اینجا که بزنید ببینید میگه اول برای دیگران لینک دعوتتون رو بفرستید، اونا باز کنن 1,000,000 سکه میده بهتون اولی. این دومی نوشته مثلا شما به درجه نقره‌ای برسید 10 کا بهتون امتیاز میده، به درجه بعدی برسید 200 کا. اینا هم همون تسکاشیه که بهتون گفتم. اینا میگه این کارا رو انجام بدید، به ازاش مثلا بهتون 200 تا 100 کا سکه میدید. گزینه وسط هم یعنی برای دعوت دوستانه و امتیازگیری بیشتر. خب دوستان حالا این گزینه آخر که نوشته بوست عکس موشک هم هست. دوستان پروژه خیلی ترند شده، دست کم نگیریدش. پروژه مبتنی بر تلگرام بعد از نات کوین خیلی زیاد شدن. رباتای شبیه به نات کوین که اصلا انقدر زیاد شدن که نگو. دوستان این جایی که براتون علامت کشیدم همون جعبه هست، میزنید برمیگردید صفحه اصلی، اون جعبه میاد، امتیازتون براتون 2 برابر میشه. حالا این برگردید من بهتون یه چیزی نشون بدم. اینجا میبینید دوستان نوشته 4000، این استخر شماست که میتونید 4000 تا الان ماین کنید. وقتی خالی شد این گزینه رو بزنید، دوباره اون 4000 تا پر میشه. حالا اینجا دوستان قسمت اول ارتقا بدید، به جایی که با هر کلیک بهتون 2 تا امتیاز بده، همون خط کشیدن 2 تا میده، دوباره ارتقا بدید 3 تا. این گزینه پایین وسط استخرتون رو افزایش بده، یعنی مثلا به جای 4000 تا 4500 تا شما میتونید ماین کنید.
و قسمت پایین مثلا میگه به جایی که هر 1 ثانیه ما استخر تو رو 1 دونه شارژ کنیم، هر 1 ثانیه 2 تا شارژ میکنی، هر 1 ثانیه 3 تا شارژ میکنی. خب این هم از این قسمتش. اینجا هم میتونید پروفایلتون رو ببینید و کسایی که بالا هستن تیما رو ببینید، نفرات برتر رو ببینید. خب این هم از این ایردراپ. ممنون که تا آخر ویدیو همراه ما بودید. دوستان پروژه‌ای که میذاریم و حتما شرکت کنید. حالا ما چند تا بات گذاشتیم، حالا اینا زیاد بهشون اطمینانی نیست، ولی چون جدیدن خیلی ایردراپ ها میان، همین میان لیست میشن. من اینا رو برای شما چند تا گلچینش رو گذاشتم که یه وقت اگه لیست شد چیزی از دست ندید و اینا زیاد اونا معتبر نیستن و اینا بقیه‌شو رو شرکت کنید حتما، مثل مایتون ولت، ایردراپ تونل، اینا خیلی معتبرن، نیر ولت. خب ممنون که تا آخر ویدیو همراه ما بودید. ممنون، سرتون رو درد نمیارم دیگه. ممنون از نگاه‌های گرمتون. تا یه ویدیو دیگه چنلم حتما ساب کنید، ویدیو رو هم لایک کنید. چنل خودتونه دیگه، ما با کمک هم پیشرفت کنیم. حالا من شاید اگه چنل یوتیوبمونم 100 تا عضو شد دوباره یه قرعه کشی بریم، این سری 2 برابر مبلغ قبلی با تعداد نفرات بیشتر. حالا هنوز تصمیم نگرفتم، اخبارش رو توی چنل تلگرامیمون میذارم. ممنون از نگاه گرمتون. خدا نگهدار.